هی گایز، خوش اومدیم به ویدیو. من ویکتورم، یه بازی سازم. این اومدم گیم پلی بازی خودم. داستان بازی اینطوریه که واسه جنگل با صدای تصادف پلی بیدار میشه واسه جنگل. یه منوی ستینگ داره، یه منوی اینونتوری هم داره. بریم جلوتر بهتون نشون میدم. بریم جلو. کلا مپ بازی اینطوریه، داخل یک جنگل که کلا تو در توه. گرافیکش هم همینطوریه، ولی خب میتونیم گاما و برایتنس رو تغییر بدیم. خب این طرف از هم بومبسته. میریم جلو. یه آدم هست که راهو بهمون نشون میده. الان مثلا راه دیگه بهمون نشون داد، چون یک آیتم اینجاست که میتونیم برش داریم. وقتی برمیدیم بازی سیف میشه و در منو اینونتوری میاد یک توضیح در راهش میاد، عکس خود آیتم، و دوباره با دکمه آی زدن میره. الان اینجا راه از این طرف بریم راه درستی، ولی من نمیرم چون اون طرف یه آیتم دیگه گذاشتم. کلا 5 تا آیتم داره بازی. آره دیگه، داستان نسبتا جالبی داره، ولی من تونستم خوب داخل گیم پلیش درش بیارم. و این طرف این یک کتاب نیست، دفترچه است. نوتبوک چی میشد؟ نوتبوک دفترچه یادداشت میشد. بله. خب الان میرم این طرف. اینجا آیتم رو برداشتم، میام این طرف. خب مستقیم میریم چون یک آیتم هست. میام این طرف، نه اون طرف هم راه هست، ولی میخوام هر 5 تا آیتم رو بگیرم بهتون نشون بدم. میایم این طرف. داخل این طرف چند راهی خیلی بزرگی واقعا هست، خودم گم میشم. این طرف بود، خب نبود. یو بومبست ظاهر میشه. خب این طرف نبود، این طرف فکر کنم. آره، یک نقاشی برداشته شد. دوباره سیو میشه، یه توضیح هم در باش میاد. بعدش این طرفی میریم. این طرفی بومبست بود. خب الان بهتون نشون میدم که اون یکی راهی که بهتون گفتم آیتم نداره به اون طرف میشه. الان ما که میرسیم اینجا، این میشه اون یکی راه. بعد گرفتن دفترچه یادداشت میاد اینجا. من از اون طرف اومدم که آیتم نقاشی هم بردارم. بعد اینم دوباره بهم راه نشون میده. چی مستقیم میرم. گیم پلیش احساس کنم میرم خسته کننده. ایده دارین داخل کامنت ها بهم بگید. دوباره یکی دیگه از اینا. خب راه بهم نشون میده. یه طرف این طرف گفت بومبست بود. اینم بومبست بود. خودم یادم نیست دیگه ندیم. رکب زدم. خب این طرفی میریم. این طرفی فکر کنم یادم نیست. اینجا کجا بود خدا؟ خب این بومبست، پس اون طرفی. خب اونم بومبست. عالی. خب میام این طرف. اینجا بود. خب این بومبسته معلومه. بریم چیکار کنیم؟ خب همین راه مستقیم بذار برم. یادم نیست واقعا، هیچی از بازی یادم نیست. مپش یادم نیست، همینطوری رندوم فقط مپی کشیدم دیگه. اینکه چه جوری و چه خبر و چند تا تو در توی داره و هیچ یادم نیست. اینجا جا داشت؟ نه نیست. خب میایم مستقیم میریم. خب یکی هست
میگه بفرما برو اون طرف، اما نمیریم، ما میریم این طرف چون آیتم هست. یک آیتم، یک ماشین که باز توضیحاتش اینجا میاد. اون طرف هم اندینگ دومه فکر کنم. آره اندینگ دوم اون نمیرم، اول اندینگ اول اصلی میرم، بعد این اندینگ مخفیه، مثلا اندینگ مخفیه اونم میرم. بذارین اول اندینگ اصلی رو برم پشماتون بریزه. کدوم طرفیه؟ این طرفیه. خب این طرفی نبود. هورا. صدا میکنم گرفته، اگه گرفته معذرت. خب این طرفیه پس. خب صدا پا داره بازی، راستی صدا پا داره، صدای بادم داره، نمیدونم از شما میاد یا نه. خب مستقیم میریم اینجا که بنبسته، اینجا ایشون راه میگن بیا این طرف رو میریم ببینیم. بس خب اون طرفی این طرفی اون طرف. خب 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 طرفی میرم. درست بود فکر کنم. اینجا اندینگ دست دومه که بذاریم بگم دیگه بهتون. خب دلش اینو بخون تو دیز، بعد تفنگ کلیک میکنین روش میمیریم. خب روش میکنیم همین. اون طرف هم فکرم بومبسته، نمیدونم اسمم یک این فکرم ازش پرسیدم. آره با اون طرف بومبست بود. خب مستقیم میریم، یه فلش زده میگه برو اون طرف، اون میشه اندینگ. این طرفی بری یه ساعت هست، ساعت رو برداریم. باز هم یک میاد صفحش میاد اینجا، یک توضیح براش میاد و ما میتونیم بریم داخل اینجا سمت فلش ها که اشاره کردن. وقتی میرسیم یه همچین صفحه میاد. الان فکر میکنی که این اندینگه، اما نه، ادامه داره بازی. اینجا چیز خاصی نیست، فقط لازمه که بازی رو ادامه بدیم. همین فلش که زده میریم سمت فلش. عجب گرافیک داره خدا. خب مستقیم میریم اینجا روی این میز تمام آیتم هایی که داشتیم. خب یه چیز بدون کل و بدن و دست و اینا میاد، فقط لباس و شوالی باگ میخواد. این دیگه بعضی مواقع سرعتش زیاده، بعضی مواقع سرعتش کمه. میرم اینجا نریم چون اینجا چیزای خاصی نیست. بیاد میفته دنبالتون بگیره جامپ اسکر. خب مستقیم میریم، داره میاد. اینجا مثلا اونجا رو داره چک میکنه. خب ولش کن تا این نمیاد، نگاه یو تلپورت کنه. خب مستقیم میریم این اتاق اندینگ the end. خب داستان بازی اینطوریه که ما وسط از صدای تصادف وسط جنگل بیدار میشیم، آیتم های مختلفی رو برمیداریم. با به اون آیتم هایی که پیدا کردیم پلیر یک سری چیزا با دیدن اون آیتم ها به یادش میاد. بعد ما میفهمیم که در واقع این جنگل کوما بوده، اصلا همش کوما بوده در واقع، و این از کوما بیدار میشه. ولی من نذاشتم این در برم داخلش دیگه، معذرت. و خب ویدیو هم تموم شد. خدا نگهدار.